заминларзаи шадид дар марзи Эрону Ироқ ҳаёти камаш садҳо нафарро аз байн бурда, ҳазорҳо тани дигарро маҷрӯҳ ва бехонаву дар кард. амалиёти наҷот идома дорад. اثر زلزله دستمان برخورد به شیشه کرد. شیشه رو کلاً آمد رو سر صورتمان، دستمان زخمی کرد، سرمان زخمی کرد. сокинони биноҳои тахрибшудаи маркази Душанбе шикоят доранд ки ҷуброни муносибро барои харидани хонаҳои нав дастрас накарданд. ما را خانه نشون دادن که رفتیم که یک خانه خروشوست که همون جا موی سفید میگن یا من یا جنوش و یک خودش توقع نیست. اینجا در قید 5 کسند. ва бо шурӯи мавсими чиниши лимӯ дар тоҷикистон кишоварзон умед доранд ки имсол ҳам ҳосили хубе ба даст меоранд. бо идомаи амалиёти наҷот шумораи қурбониёни заминларзаи шадиди рӯзи гузашта дар марзи Эрону Ироқ афзоиш меёбад. шаби дирӯз ҷунбиши сахти замин ки беш аз 7 дараҷа буда аз садҳо нафарро кушта ва ҳазорҳо танро захмӣ кард. заминларза чандин пасларзаҳои дигарро дар пай дошт ва дар Туркияву Кувайт низ эҳсос шуд. абдулла Ашуров бо тафсилоти бештар. шаби гузашта бар асари заминларзаи 7.3 дараҷаӣ дар вилояти Кирмоншоҳ ва дигар минтақаҳои ғарби Эрон даҳҳо нафар кушта ва садҳо тани дигар захмӣ шуданд. ба гузориши хабаргузориҳо заминларза дар Ҳамадон, Занҷон, Табриз ва чанд шаҳри дигари Эрон ва ҳамчунин бархе аз минтақаҳои Ироқ ва кишварҳои дигар эҳсос шудааст. омори ниҳоии қурбониён ва захмиҳои ин заминларза ҳанӯз мушаххас нест ва мумкин аст дар соатҳои оянда афзоиш ёбад. дар ҳоли ҳозир мақомоти устон ё вилояти Кирмоншоҳ гуфтанд ки шумораи қурбониён ба 336 нафар расидааст. شهرستان وامانسه از پنجره پریدم پایین. خیلی سرعت زیادی داشت. باعث شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره شه. دست بریده؟ بله. بر اثر زلزله دستمان برخورد به شیشه کرد. شیشه رو کلاً آمد رو سر صورتمان، دستمان زخمی کرد، سرمان زخمی کرد. بنابر گزارش‌ها با کمیش 4000 تن دیگر زخمی شدند. در کردستان عراق هم چند تن دیگر به هلاکت رسیدند. با قبل مقامداران کرد زمینلرزه در ولایت سلیمانیه کردستان عراق زیان بزرگ مالی رسانیده است. تلویزیون روداو بیناهای ولنگار و مردم نگران در کوچه ها را نشان داده است. این زمینلرزه چندین پسلرزه های دیگر را در پی داشته است. این پسلرزه ها در منطقه های غربی ایران با علاوه آنکه خسارات در پی داشت همچنین سبب شد تا بسیاری از شهروندان در شهرها و منطقه هایی که زلزله احساس شده است خانه های خود را ترک کرده و به کوچه ها بروند. جمعیت هلال احمر ایران به خبرگزاری رسمی ایران گفته است تیم های این نهاد به منطقه های زلزله زده فرستاده شدند. رئیس ولایت کرمانشاه هم گفته است 28 چرخبال به منطقه های آسیب دیده فرستاده شدند و بیرون آوردن جسدها از زیر ویرانه ها آغاز شده است. ҳоло рӯ меорем ба пойтахти тоҷикистон ки дар ин ҷо ҳам чандин биноҳои истиқоматӣ тахриб шудаанд, вале тибқи нақшаи генералӣ. сокинони яке аз чунин биноҳо аз нақзи ҳуқуқашон шикоят доранд ва маскунони бино мегӯянд мақомот дар нисбати онҳо ноадолатӣ карданд ва бидуни додани маблағи кофӣ онҳоро бесарпаноҳ мегузоранд. ҳамкорони мо бо чанде аз ин хонаводаҳо суҳбат карданд. ساکنان کوچه رودکی 58 پایتخت میگویند بدون آنکه مقامات آنها را با منزل زیست تامین کنند خانه‌های استقامتیشان را تخریب کردند. قانون همون کنستیتوسیای 25 پونکت 2 در نوشته که اول باید آدمان را راضی کنند. در این خودش جناب عالی گفته که همین آدما را جابجا کنید و خانه‌هاشون ویران کنید. ما در نمی‌فورد در زندگی کردن، لیکن ما مجبوریم برای که نداریم جان نداریم جای دیگر رفتن. ساکنان از آن اظهار نگرانی میکنند که حکومت شهر برای خریدن خانه‌های نو مبلغ کافی نداده است و آنها نمی‌توانند با این مبلغ داده آنها منزل زیست موافق به خود خرند. پولی که جدا کردگیه کمه، خیلی هم کمه که ما برای اون خانه پیدا کردن نمیشه و نمیتونیم. یا خانه را گرفتن جدا کردن به 3 گروه. اعلی میانه خوب. اعلی میانه خوب من هیچ نفهمیدم. خانه ما را به چی کردن؟ حساب کردن. این با اعلاش نکردن، با میانش نکردن، با خوبش هم نکردن. این هیچی همون پولی که حساب کردن و هیچ کدامش داخل نمیشه. شرکت هایی که در این منطقه خانه می سازند ارزش 1 متر مربع را $700 تعیین کردند.
98,000 سومونی کجا در خانه میابیم؟ ما را خانه نشون دادن رفتیم که یک خانه خروشوست که همونجا در موی سفید میگونجا دیو من یا جنوش و میسو یک خودش توقع نیست اینجا در قید 5 کسند. تخریب بیناهای استقامتی در پایتخت بر اساس نقشه کل سال قبل شروع شد. بر اساس این نقشه باید تمام بیناهای تا 4 آشیانه تخریب شده به جای آنها بیناهای تا 25 طبقه ساخته شود. مقامات میگویند بازسازی پایتخت برای حل مسئله دسترسی ساکنان به منزل گرفته شده است که هنوز هم یک مشکلی اصلی مردم تاجیکستان دانسته می شود. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. قزاقستان با محصولات قاچاقی و پسیفت قرغیزستان به اصطلاح جنگ اعلام کرده است. یک ماه قبل این کشور نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدیدتر کرد و واردات و فروش محصولات برخی از شرکت‌های شیری و قنادی و گوشتی را منع نمود. در 2 هفته اخیر در مجموع تا 100 تن محصولات قرغیزی اجازه ورود به قزاقستان را پیدا نکردند. اما حالا قرغیزستان در پیش‌رو یک مشکل جدی قرار گرفته است که تحلیلگران آن را پیامد مستقیم سخت‌تر شدن نظارت در مرز می‌دانند. در جلسه پارلمان قرغیزستان وکیل اسحاق پیرمتов اظهارات تند داد. او گفت زمانی که کشور به هیئت سازمان اوراسیا شامل شد، حکومت روسیه و قرغیزستان به توافق رسیدند که واردات مواد سوخت بدون پرداخت باج گمرکی صورت می‌گیرد. طبق سازش همساله از روسیه به قرغیزستان امکانی بدون پرداخت باج گمرکی وارد نمودن 1,200,000 تن سوزشواری وجود دارد. طبق معلوماتی که من دارم ذخیره مواد سوخت در قرغیزستان برای 2 هفته باقی مانده است. اگر ما سوزشواری را با باج گمرکی خریداری کنیم نرخ بنزین تا 2.5 سوم بالا می رود. نهادهای زیربط و حکومت در این باره اطلاع نمی‌دهند و خاموشند. حکومت قرغیزستان نخست اظهار خوشبینی کرد که ذخیره مواد سوخت در کشور برای چند ماه کفایت می‌کند. ولی بعدتر در یک جلسه که سروزیر بدون حضور خبرنگاران تشکیل کرد، رئیس کمیته صنعت و انرژتیکا اقرار شد که سوزشواری خیلی کم مانده است. حالا وضعیت چنین است که ذخیره مواد سوخت برای 15-20 روز می‌رسد. همین حالا جلسه حکومت به پایان رسید. در وزارت انرژتیکا در فکر حل این مشکل هستند. مواد سوخت وارد می‌شود ولی متاسفانه نه در حجم ضروری. این مقام دولتی میگوید هنوز نارسایی مواد سوخت احساس نمی شود ولی به تاکید چنین وضع بنابر مشکلات بیوروکراتی در اصل مواد سوخت هنوز استفاده نشده است. بنابر اعلامیه گمرکی سوزشواری از مرز روسیه گذشته است ولی هنوز به قرغیزستان نرسیده است. هر وقت به حدود قرغیزستان و به بازار داخل شود مشکل حل می‌گردد. ولی تحلیلگران میگویند مشکلات مرزی میان قزاقستان و قرغیزستان برای به وجود آمدن چنین وضعیت سبب شده است. برای آنکه قزاقستان نظارت مرزی را در گذرگاه‌هایش با قرغیزستان شدید کرد. در نقطه‌های سوزشواری قرغیزستان ارزش مواد سوخت تا 2 سوم قیمت شد و ظاهراً بالاروی نرخ ادامه خواهد یافت. حل این مشکل به مذاکرات حکومت‌های روسیه و قرغیزستان بستگی دارد. در این بخش برنامه از روزگار صدها پناهجویان روهینجا برایتان قصه میکنیم که میخواهند خود را تا بنگلادش برسانند. گزارش تایر سفر را میبینیم. اینها نظامیان میانمار هستند که به خبرنگاران ثبت آنها را بسیار کم اجازه میدهند. آنها در ساحل بحر در خلیج بنگال جای را پاسبانی میکنند که پناهجویان از ولایت روهینجا میانمار میخواهند خود را از آنجا به بنگلادش برسانند. ثبت سربازان با اجازه ارتش میانمار روز 12 نوامبر صورت گرفت. 1000 نفر از پناهجویان روهینجا اینجا زیر آفتاب سوزان منتظرند که کشتی آمده آنها را با اردوگاه پناهجویان به بنگلادش همسایه میبرد. یگانه نیتشان ترک میانمار است. ما نیتی برگشتن نداریم. ما وقت روستا را ترک کردیم گفتیم که دیگر بر نمیگردیم. بعضی ها اینجا 1 ماه است که منتظرند. نظامیان میگویند به آنها کار نمیگیرند و اگر کشتی بیاید حق دارند بروند. ما با آنها کار نمیگیریم چون نمیخواهیم به مشکلی گرفتار شوند.
از زمان عملیات ارتش میانمار در ولایت روهینجا 600,000 نفر به بنگلادش گریخته و پناهگاه یافتند. مقامات سازمان ملل نظامیان میانمار را به قتل مردم بیگناه روستاها متهم کرده و گفتند که کشتار اقلیت روهینجای مسلمان میانمار برابر با نسل کشی است. бармегардем ба тоҷикистон. лимӯи хушбӯи тоҷикистон ки то бозорҳои русия ва қазоқистон мерасад, солона ба хонаводаҳои кишоварз дар вилояти Хатлон даромади хуб меорад. лимӯпарварони тоҷик мегӯянд бо вуҷуди он ки парвариши он меҳнати сангин дорад, вале ҳосили зиёд медиҳад ва талабгоронаш кам нестанд. гузориши мумин аҳмадӣ дар ҳамин бора аст. ҳосил назай хубай хай дидест чӣ тавре дидестин шумо سوزای درآمدی خوب داره. سینوریدین 17 سال باز از پرورش لیمو بهره میگیرد. امسال حاصل فراوان است و به تخمین او 5 تانه لیمو جمع‌آوری خواهد کرد. حتی برای فروش لیمو به بازار برآوردنش را لازم ندارد. حالا که در ناحیه جیهون موسم لیمو چینی است، خریدار تا در خانه می آید. یعنی این خانه میگیرن میروند. 4-5 موزیر گرفته استند کیلوشا. لیموی سینوریدین با نام لیموی تاجیکی شهرت دارد. این نوع را از ابخازستان آورده در سال 1946 با دوررگه‌سازی با افلسون خلق کردند. آن خوشبوی بوده، طعم خاص و پوست تنک دارد. همین آن را میان مشتری ها سر خریدار کرده است. و فدراسیون روسیه انتخاب چی میکنن؟ صادرات میشه. صادرات میشه. خیلی نمای پنسومی که بگیریش 20,000 سومون میشه. چند کس در خانه‌تون با همین لیمانداری مشغولید؟ در وقت کارش هممون با همین سر کار میگیریم. همه عائله یعنی 18 نفر. لیمو نگاهوبینی جدی میخواهد. زحمت پرورش آن در گرمخانه ها نیز سنگین است. این زحمت را درآمدش جبران میکند. مهاجرت مهنتی نبریم، رسخود خانه توی پوی خانه در ساختن از حساب هم لیمون میشود. در بازار روسیه لیموی تاجیکی 90 روبل نرخ دارد که یک برابر از نوع هندی و ترکی قیمت تر است. 90 روبل روسی بیشتر از 12 سومانی است. ناحیه جیهون یکی از نواحی لیمو پرور بوده، سالانه در 101 هکتار زمین لیمو پرورش می شود که بر روسیه، قزاقستان صادر می شوند. ما به نظر داریم که سطح لیموپایی در ناحیه جیهون بسیار زیادتر کنیم. کارشناسان ساحه کشاورزی بر اینند که سالهای آخر اقلیم جیهون تا اندازه تغییر کرده که پرورش لیمو را جالب ساخته است. مصلح‌الدین جلالوف 10 سال در روسیه مهاجر مهنتی بود. حالا گرمخانه می سازد. تا 60 نهال لیمو را می خواهد در آن پرورش کند. مقصد ما که همه درآمد لیمو ساز است. نگاه این امیر از ساز کردیم اوزی 30,000 سومون رسخود کردگیم. انشاءالله ای آیند با خوب بشود. مصرف این ساختمان را مصلح‌الدین سرمایه برای آینده کودکانش می حسابد. نمی خواهد فرزندانش مثل او عذاب این مهاجرت مهنتی را بکشند، بلکه از حاصل لیموی این گرمخانه ها زندگیشان را تأمین سازند. لیمو پروری برای که ای سال آیند نه برای خودم، برای فرزندانم. و امروز با یک قراری حکومت توجیکستان امید давлатзода муовини вазири рушди иқтисод ва савдо аз мақомаш барканор шуд. ӯро дар ин мақом тоҷиддин ҷуразода ки муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти тоҷикистон буд иваз кард. давлатзода давоми 8 соли ахир дар мақоми муовини вазири иқтисод фаъолият дошт. зимнан бар асоси фармонҳои раиси ҷумҳур ва қарорҳои ҳукумат рӯзи 13 ноябр дар сохторҳои давлатӣ чандин тағйирот сурат гирифт ки тафсилоти онро метавонед дар вебсайти мо пайдо кунед. اینجا میرسیم به فرجام برنامه. اگر شما میخواهید که در جریان تحولات توجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش‌های ما را در سامانه www.azodi.org پیدا کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه دارد و در آزادی ویدیو یوتیوب نیز. برای همراهی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما. تا ملاقات فردا.